حکایت میکنند که شخصی با اسبی که داشت میخواست از قریه‌ای به سوی شهر برود. در مسیر راه متوجه میشود که میخ نعل یک پای اسبش افتاده است. با خود میگوید میخ یک نعل افتاده است، مشکلی نیست. مسیر راهش را ادامه میدهد. در نیمه راه که میرسد، چون میخ نعل افتاده بود، نعل از پای اسب میافتد. با خود میگوید خیر است، اسب مرا با 3 پای دیگه اش به شهر میرساند. همینطور که میرود و میرود میبیند که پای اسبش زخمی شد و اسب با پای لنگش دیگه نمیتوانست راه برود. خودش هم پیاده شد و آهسته آهسته همینطور با اسبش راه میرفت تا اینکه در مسیر راه رهزنها و دزدها بر او حمله کردند. هر چی که با او بود، از اسب و هر آنچه که داشت، همه را از او گرفتند و بردند. او با پای پیاده به خانه برگشت. گفتند چه شده است؟ گفت به میخ نعل اسبم توجه نکردم، همه چیز را از دست دادم. گاهی بی توجهی به چیزی بی ارزش سبب از دست دادن همه چیز می شود. نماز عصر را نتوانسته است به جماعت بخواند، میگوید خیر است، فرصت نشد. اولادهایشان گاهی دروغ میگویند خیر است، چیزی از دکان و از یک جایی برمیدارند، دزدی میکنند. اولادهایشان میگویند خیر است، طفل هستند، بچه است، نمیفهمد. به این گناهان صغیره اهمیت نمیدهد تا اینکه به گناهان کبیره میرسد. بعد آهسته آهسته گناه عادی می شود، دیگه زیاد اهمیت نمیدهد به گناه. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایاکم و محقرات الذنوب فانهن یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنه. رسول الله میگوید از گناهان کوچک دوری کنید امتم. از گناهان، با همین صراحت رسول الله میگوید از گناهان کوچک دوری کنین، چون گناهان کوچک وقتی بر یک نفر جمع شوند او را هلاک و نابود میکند. شاعر چه زیبا میگوید لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى. گناهان کوچک را حقیر ندانید، کم و بی ارزش فکر نکنین که کوها از سنگریزه ها جور شده اند. امی کوها نیست، امی از امی سنگای خرد